هر چیزی که در حق فرزندی مردم کردی اون از خودت میبینی. روزی میشه که فرزندی خودم، دختری خودم به آب دیده به خانه میآید، از شوهر و خشتامانش شکایت میکنه. از خدا بترس مادری محترمه. او شخصیتی که شما را باور کرد و فرزند شما برای شما همچون کلیم بخشید، فرزندی وی در راه نمانده بود. او شما را باور کرد، فرزندش همچون امانت الهی در شما گذارید. شما از خدا بترسید، به این خلق خدا، به این بنده خدا که فرزند شما میشه، همسری فرزندتون است. نخواه از خدا نترسید، اینقدر جبر و ظلم کنید. متاسفانه امروز اکثر خشتامنها چنین ظالم هستند. کهلین ها را چشم دیدن ندارند و سوی فرزندان میگویند که یا من اختیار که یا زنده. حالا که بیچاره کهلین عیبی نداره، کمبودی نداره. مادرهای محترمه، از خدا بترسید، ظلم نکنید بنده های خدا.